فرودگاه حاجی میدونه هر موقع میگم نمیخوام وقت شما برادرای افغانستانی داداشای ایرانی خودم بگیرم، میان اونجا به روح مادرم. فرودگاه اله که هر موقع منو شرمنده کردین، برای همین نمیخوام چیزی. میدونید چقدر با مرام اومدن توی هتل ویل، میدونی که لابی زنه بود تو چیکاره ای؟ به روح مادرم فکر کنم 7-8 تا بچه های افغانستان 20 تا ایرانی از زن و شوهر رو. یکی میگفت که آیسان من اومدم اینجا خونه دوستم مکزیکیه که اینجا تو اصلا میام من شرمنده وجودتون کردیم خدایی قسم. یه بابای میاد مثلا خیلی با شوق و ذوق، آشان جان سلام خوبین، ببخشید مزاحم شدم میشه عکس بگیریم؟ ببخشید چیه؟ شما برادر منین، خواهر منین، نفس منین، من کیم؟ با کمال میل. بعدم از این به بعد دارم بهتون میگم آقا عکس خوب نشد. من دیروز 2 تا جوون خوشتیپ ایرانی با خواهر من ایرانی اومدن اونجا عکس رو گرفتیم. بعد اون نفر سوم که اومد عکس بگیره اون رفیقش عکس نگاه کرد، من خودم خب میفهمم دیگه، گفتم وایسا ببینم گفت چیه، گفتم عکس خوب شد، گفت آره، گفتم نه گفت چرا نگو خوب شد یا نه، گفت نه. گفتم انقدر عکس میگیری تا یه دونه خوب در بیاد. سلام خوبه؟ نه با ما مخلص شما خوبه؟ خیلی عالی هست.